های ترابوک، به ویلای من خوش اومدین. مرسی که هستی جون قراره امروزت رو با ما بگذرونی. میشه ممنون. اول بهمون بگی ما کجا هستیم؟ اینجا آلانیا یکی از زیباترین شهرهای جنوب کشور ترکیه است. صدای پرنده ها رو میشنوی؟ آره، فوق‌العاده است، بی‌نظیره. میشه بهمون بگی این ویلا کجای آلانیا واقع شده؟ پس پاشو بریم. ما شهرک اواسیس منطقه کناکری آلانیا هستیم. اینجا کلاً ویلاییه؟ آره، ویلایی با طرحهای خیلی خاص. چه جالب. وقتی داشتیم وارد این شهرک می شدیم حقیقتا محو زیبایی های این شهرک شدیم. حقیقتا من رو خودم رو یاد سانتورینی یونان انداخت. چقدر شبیه اونجاست. خیلی شبیه اونجاست. نوشیدنی میل داری؟ آره، بعدم هم نمیاد. نوشیدنی مورد علاقه من. شما هم ردبول سفید؟ حسی جون، میشه یه دیتیل بیشتری از این ویلان بهمون بدی؟ ببین اینجا 3 طبقه ویلاست. اگه موافق باشه پایین رو بهت نشون بده. بریم. اول از اتاق مورد علاقه‌ام شروع میکنم. بفرمایید. لانفی. یه سرویس اینجا داریم، یه سرویس طبقه بالا بود و مهمترین بخش ویلا. اینجا استخرم داره؟ معلومه. چه صدای قشنگی میاد، چه خوشگله اینجا. وای بی‌نظیره، من عاشقشم. هست اینجا چند متره؟ یعنی این قسمتی که الان توش استخر هست چند متره؟ قسمتی که استخر هست 30 متره. کل زمین ویلا 250 متره. خب بعد این شهرک این همه ویلا توش هستش، این کلش چند متره؟ فکر میکنم تقریبا 70,000 متره. چقدر بزرگه. بریم طبقه بالا رو بهتون نشون بدم. بریم. تا اینجاش خوشتون اومده؟ من که خیلی خوشم اومده. اینجا قیمتش چند دستی جون؟ اینو نمیتونم به جواب بدم. چرا؟ حالا میگی بهمون یا نمیگی؟ بیاین بعدم بهتون میگم. باش. قیمتش اگه بخوام بهت بگم باور نمی‌کنی. یعنی خیلی گرونه یا خیلی ارزونه؟ فکر کنم خیلی به صرفه باشه. ببین. سرویسی که بهتون گفته بودم. یه تراس کوچولو اینجا داریم. کامان. وای من عاشق این شهرکم. ما الان دو تا اتاق خواب توی بیسمنت دیدیم، اینجا الان طبقه اولش و دو تا اتاق خواب هم اینجا داره، یعنی کلا 4 تا اتاق خواب داره. یه اتاق خواب خوشگل اینجا داریم.
کلا 4 تا اتاق خواب داره. اینجا مثل بهشت نیست. واقعا مثل بهشته. کلازت من نمیتونم خیلی با دیتیل بهتون نشون بدم. و تراسی که رو به ویو اینفینیتیه. قطعا مثل بهشته. وای چقدر اینجا خوشگله. وای من عاشق اینجا. اینجا باید غروبش رو ببینی. میمونیم غروبش هم ببینیم. خیلی قشنگه هستی. بعد اینجا اکثر مثلا مالکایی که داره کجایی هن؟ ترکن خارجی هن؟ اکثرا تو آرانیا خارجی هن همه. شما که خارجی. فکر کنم دیگه وقت رفتنه. قیمتشو بهمون نگفتی یا؟ بعدن بهتون میگم. بای تراورک. مرسی. See you.